به همه مخلصان و همه هموطنان عزیز، مردم مهاجر مخصوصا راستگاب حاضر از صحیفه اینترنتی خوندن یک غزل بسیار خوب دسترس شد از بزرگوار سعدی شیرازی است و آهنگش هم در حال پیدا نمودم و برای شما عزیزان دل میخونم تا حد امکان، تا حد امکانیت حاضر و حتما وعده میدیم که انشاءالله به وطن که برگشتم با موسیقی های خوب، با شکل پره، با صدای بسیار فوران برای شما دوستان عزیزم پیشکش مینمایم و برای شما حاضر میخونم. معنای خوبم دارد. گلی صحرا ندارد بوی سنبول، نه هر مرغ بخواند همچو بلبل. گلی صحرا ندارد بوی سنبول، نه هر مرغ بخواند همچو بلبل. نه هر کس مونس و همراز باشد، نه هر نازک بدن غماز باشد. سخن از ایزدی عطا است، ز پشتی کس سخن گفتن خطا است. سخن سرمایه انسانی کامل، که از عقلی رسا گردد حاصل. سخن بیهوده گفتن ناروا است، دو تاری تار کنده بینوا است. نه هر دل خانه اندوه و درد است، نه هر یک مرد سیما همچو مرد است. نه هر دل خانه اندوه و درد است، نه هر یک مرد سیما همچو مرد است. نه هر خوشگویی ها آغاز عشق است، نه هر یک حرف زیبا راز عشق است. به هر کس باوری کردن نباید، به هر کس راز دل گفتن نشاید. به هر کس باوری کردن نباید، به هر کس راز دل گفتن نشاید. گلی صحرا ندارد بوی سنبول، نه هر مرغ بخواند همچو بلبل.